از پیشنهاد 91 میلیون یورویی برای اورلیان شوامنی تا قضیه انتقال زیرکسی به یوونتوس و قضیه بازگشت مارکوس رشفورد به یونایتد تا نتیجه عجیب و غریب 2-1 مقابل اتلتیکو مادرید. این هم اخبار یونایتدی این هفته. دوستان عزیزم خیلی خوش اومدید به کانال خودتون مادرید یونایتد زون. خیلی خوشحالم که توی ویدیو دیگه بازم در خدمتتون هستم. این هفته توی این ویدیو طبق روالمون اخبار هفتگی تا به الان یونایتد رو با هم قراره بررسی بکنیم، ببینیم که چه شایعاتی راجع به نقل و انتقالات وجود داره. بررسی بازی 2-1 یونایتد و اتلتیکو رو هم داریم به صورت کلی. بازی دوستانه بود ولی بازی جذابی بود. خب بریم که ویدیو رو شروع بکنیم. من اینکمو بزنم که نوتایی که برداشتم رو داشته باشم و بتونم از روش بخونم. خب عرض کنم خدمتتون که اول از همه پیشنهاد 91 میلیون یورویی که برای اورلیان شوامنی میگن در حال آماده سازی یونایتد که این پیشنهادو بده، یعنی 68 میلیون پوند بیاد به رئال برای جذب اورلیان شوامنی بده. با شوامنی که تازه قراردادش رو تمدید کرده بود و دیگه موندگار بود به ظاهر، اما بعد از اخبار رودری و این مسائل حالا اخباری به گوش میرسه که میگن که گفته که اگر پیشنهاد خوبی باشه انتقالش به یونایتد هم اوکیه، در صورتی که جایی توی تیم نداشته باشه. حالا یونایتد داره خودش رو آماده میکنه که برای شوامنی اقدام بکنه. البته هنوز فعلا در حال آماده سازی هیچ پیشنهاد رسمی داده نشده. مورد بعدی وضعیت انتقال جاشوا زیرکسی که توافق برای انتقال قرضی این بازیکن به یوونتوس با بند خرید 40 میلیون دلاری تقریبا نزدیک بود که اما با پیوستن کولوموانی به یوونتوس روم و کومو گزینه‌های اصلی حالا این بازیکن شدن. عرض کنم خدمتتون که مورد بعدی و اخبار بعدی راجع به انتقال همین موردی که گفتم خدمتتون، انتقال رندال کولوموانی هستش که به یوونتوس، که حالا خیلی جالبه که یوونتوس واقعا هر از چنگایی که بیکار میشه یه با خودشون میگن که یه کولوموانیمون نشه مثلا این فصل یه خریدی نداشته باشیم ازش. این چند بار اومد یوونتوس رو رفت همینجور قرضی منو. حالا بعد از اینکه دوره قرضیش توی تاتنهام تمام شده، کولوموانی داره با بند خرید اجباری 45 میلیون یورویش از پی اس جی دوباره به یوونتوس اومده. عرض کنم خدمتتون که خبر بعدی که داریم راجع به تمایل ویتک به خروجه که میلرز برو در حال بررسی شرایط جذب این دروازه‌بان جوان منچستر یونایتد که تمایلی به ترک تیم داره. خب من اخبار بعدی رو هم بیارم خدمتتون که راجع به گزینه‌های جدید خط حمله یونایتد که گفتن در صورت خروج زیرکسی یونایتد 3 مهاجم رو زیر نظر داره که به نظر من باید این کارو بکنه، چون فعلا ششکو و عرض کنم خدمتتون که کونیا هستن، ولی خب به حال به یک مهاجم دیگه مثل توی کلاس زیرکسی نیاز داره. من نمیگم کلاس زیرکسی خیلی کلاس بالاییه، ولی نیاز داره یونایتد، چون که به حال درسته که کونیا نوک بازی میتونه بکنه ولی پست‌های دیگه ای رو هم میتونه کاور بکنه. اولیش اولی واتکینز که اینا همه اخباری هستش که هست، حالا چقدر انجام بشه نه من دیگه گارانتی نمی‌کنم، این رو همین اول توضیح بدم که مهاجم استون ویلاست که یونایتد میگن اون رو در نظر داره و زیر نظر داره. مورد دوم ولاهویچ هست که بازیکن آزاده بعد از اینکه قراردادش با یوونتوس تموم شد، و مورد آخر هم لیام دلاپ هست که مهاجم جوون چلسیه که چلسی هم بهش نیازی نداره ظاهرا و یونایتد اون رو زیر نظر گرفته. اما اخبار جدیدی که راجع به نقل و انتقالات یونایتد هست، یکی دیگهش راجع به جدایی احتمالی ادی هاو از نیوکاسل که شانس یونایتد برای جذب لوئیس هال مدافع چپ رو افزایش داده و چلسی هم البته شرایطش رو بررسی داره تحت نظر داره، ولی خب یونایتد شرایط انتقال این بازیکن رو زیر نظر داره ببینه که میتونه آیا لوئیس هال رو بیاره به اولترافورد یا خیر.
عرض کنم اخبار بعدی راجع به مذاکرات اسکالونی و آتلانتا هست که خود نیوکاسل علاقهش رو به جذب این بازیکن که مدافع آتلانتا رو از سر گرفته پس از شکست در انتقال اندرسون که اومد به یونایتد. حالا آتلانتا مایل به فروش این بازیکن هست. اما میرسیم برای بخش بعدی که راجب پیشنهادها، خروجی‌ها و رقابت‌های اروپاییه. برونو فرناندز و گالاتاسرای یک اخباری اومده میگن که گالاتاسرای آمادگی خودش رو اعلام کرده که حاضره که دستمزد درخواستی برونو فرناندز رو عرض کنم خدمتتون که پرداخت بکنه و احتمال داره که به زودی بیان و مذاکراتی رو یا پرسجو بکنن یا مذاکرات رسمی رو با یونایتد آغاز بکنن. حالا منبعش اشتی اسپوره ولی خب باید ببینیم که چقدر به واقعیت نزدیکه. تایلر آدامز هم تو رادار یونایتد قرار گرفته که یونایتد داره بررسی میکنه که پیشنهادی رو برای این هافبک بورنموث بده، هرچند که بورنموث یه ذره بازیکن خریدن الان ازش سخت شده ولی باید ببینیم که چطور پیش میره. خب یونایتد اگه خاطرتون باشه میگفتن که تمایل داره که بازیکنی مثل رافائل لیاو رو به خدمت بگیره که اما حالا یه خبر جدید اومده که من به شخص خوشحالم که به جای رافائل لیاو این خبر اومده راجب کنسیساو هست که این عرض کنم خدمتتون که بازیکن رو برای پست وینگ خودش یونایتد در نظر داره. یه اخباری هم اومده که بایرن از علاقه خودش به بنجامین ششکو گفتن که به عنوان جانشین بلند مدتی برای هری کین یا مثلا جانشین او حالا برای اسکواد پلیر بودن یا حالا زوج درست کردن برای اینا در نظر گرفته. عرض کنم خدمتتون که باز هم میگم این اخبار حالا اخبارهای خیلی بزرگی نیستن ولی خب من جا داره که اینا رو قید بکنم با وجود اینکه یک سری رسانه‌های کوچیک‌تر هم مطرح کردن ممکنه در آینده این انتقال انجام بشه ولی خب هنوز تا وقتی چیزی از این اخبار باز همین رو تکرار میکنم پیشنهاد رسمی نشه، خبر رسمی از رسانه‌های معتبر نیاد، آدم نمیتونه خیلی قابل استناد بکنه. من فقط دارم یه تقریبا میشه گفت شایعات رو پوشش میدم فعلا. حالا یک سریاش خبرگزاری‌های معتبرتری هم روش کار کردن. عرض کنم خدمتتون که الهلال با پیشنهاد 101 میلیون دلاری یا 75 میلیون پوندی برای ایلیمان اندیای اگر فامیلیش رو درست تلفظ کرده باشم بالاخره تونست این بازیکن رو جذب کنه که یونایتد هم خواهان او بود ولی خب اون بازیکن تصمیم گرفت که بره به الهلال. انتقال قرضی بایندیر به سلتا ویگو رو داشتیم جزء این اخبار که سلتا ویگو حالا یا شایعات که سلتا ویگو به دنبال جذب قرضی آلتای بایندیر هست که دروازه‌بان ذخیره یونایتد که من هم نظرمو تو اون ویدیو قبلی که راجبه یه تیر لیستی درست کردم بازیکن‌های یونایتد برای فصل بعدی نظرم رو اونجا خدمتتون عرض کردم. اما مورد بعدی راجع به اخبار آکادمی و خروجی ها مجدداً که جدایی تایلر فردریکسن رو بعد از 12 سال حضور داشتیم که انتقال دائمیش به لوزان اسپورت سوئیس رو داریم که تایلر فردریکسن مدافع 21 ساله آکادمیمون بوده که از 9 سالگی تو باشگاه حضور داشته با قراردادی 3 ساله به لوزان اسپورت سوئیس پیوسته. سابقه عرض کنم خدمتتون که 4 بازی رو تو تیم اصلی داشته. اولین بازی لیگ برترش مقابل وولورهمپتون بوده و حضور در تمامی مراحل FA یوث کاپ تو فصل 2021-2022 رو داشته. بیانیه رسمی باشگاه هم این بوده که قدردانی کردن از همدیگه و آرزوی موفقیت کردن که 12 سال در کل حضور داشته توی باشگاه و با قرارداد 3 ساله به باشگاه جدیدش میپیونده. راجب اخبار بعدی که راجب اخبار که این دیگه بازی دوستانه‌ای بود که یونایتد با اتلتیکو مادرید انجام داد که با نتیجه 2-1 به سود یونایتد که با درخشش و دبل امبو
ما بازی رو بردیم. بازی جذابی هم بود، مخصوصا آخرای بازی واقعا یونایتد یه جورایی شانس آورد که مساوی نشد یا نباخت بازی رو، ولی در کل یونایتد بازی قابل قبول خوبی رو ارائه داد. من واقعا فکر نمی‌کردم یونایتد قبل از بازی شروع بشه بازی رو ببره، ولی بازی خوب و روونی رو ارائه دادن که نتیجه 2-1 همونطور گفتم تموم شد. ایکس جی یونایتد که از مجموعه 13 شد 1.82 بوده و ایکس جی اتلتیکو مادرید با 10 شد 64 بوده که تقریبا میشه گفت بازی همون چیزی شده که باید میشده تقریبا نتیجهش. اما روند مسابقه گل ها دقیقه 5 بود که عرض کنم خدمتتون که با یه ارسال اتلتیکو مادرید پیش میفته. با عرض کنم خدمتتون که گل اورتیز دقیقه 53 ما خطای کاسیو روی شیلیسی رو داشتیم که تو محوطه جریمه بود که برایان امبومبو اومد و این پنالتی رو گل کرد و گل تساوی رو زد و گل اول یونایتد رو. دقیقه 74 ما با توپ گیری و باز پسگیری توسط جک فلچر از مندوزا و ارسال کرد برای امبومبو که اون هم اومد و گل دوم و پیروزی بخش یونایتد رو زد. نکته خیلی مهم این بازی عملکرد بازیکن‌های جوان بودن. من احساس میکنم کریک واقعا یه برآورد خوبی از شیلیسی و این فلچر داشته توی این پیچ فصل، مخصوصا با قای بودن ستاره بزرگترش مثل یوری تیلمانس، حالا برونو فرناندز و اینا می‌بینید که شیلیسی چقدر خوب هم جواب و پس داده. اما عملکرد ستاره‌های زمین رو گفتم خدمتتون که برایان امبومبو با 3 شوت و 2 گل ستاره اصلی بود که میسون مونت هم با خلق 3 موقعیت گل و ارسال 21 پاس در 1/3 هجومی برترین هافبک زمین بود که او هم شب خوبی رو گذروند و یکی از ارکان اصلی این پیروزی بود. اما من این فایل رو زدم رفت. عرض کنم خدمتتون که اینجا بودم. اما بخوام یه دستاوردهای این بازی رو یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم، یه مقدار خلاصه‌ای نشون داد که امبومبو واقعا آماده است و آمادگی بازی تو 2 پست رو داره که علاوه بر دبلی که کرد، تحرک بالای خودش، دریبل زنی خوبش و خط شکنی برای دفاع اتلتیکو مادرید رو نشون داد که واقعا دفاع اتلتیکو رو آزار داد و ثابت کرد که تو هم پست وینگر راست و هم مهاجم اینو بازیکن قابلیه. بازگشت میسون مونت رو ما داشتیم به اوج، همونطور که خدمتتون گفتم که 3 موقعیت گل داشت، 13 پاس به 1/3 هجومی داشت، 100% موفقیت در دریبل رو داشت که نکته مهمیه، 3 اقدام دفاعی داشت موفق، یعنی و نشون میده که مونت داره روز به روز به اون مونتی که ما از زمان چلسی به یاد داریم نزدیک و نزدیک‌تر میشه. امیدوارم که مصدوم نشه. البته مورد بعدی درخشش شیلیسی 19 ساله، همونطور که خدمتتون عرض کردم که با توی نقش 10 اومد بازی کرد که پنالتی رو گرفت، پرس بی‌وقفه‌ای داشت و یه جورایی میشه گفت آماده ترین بازیکن جوان توی این بازی بود در ترکیب یونایتد. اما مورد 4 غایبان کلیدی که تو راه بازگشت به ترکیبن که 6 گل رو هممون میدونیم، مصدوم ماتیاس دلیخ، لیساندرو مارتینز، کوبی مینو، یوری تیلمانس هنوز به ترکیب اضافه نشدن و این تیم هنوز جا داره که بهتر و بهتر بشه و تجربه هنوز به این تیم تزریق بشه، ولی خب جوونا هم فعلا خوب عمل کردن مثل شیلیسی که خدمتتون عرض کردم. اظهارات مایکل کریک و خط نشان کشیدن لنی یورو رو داریم که مایکل کریک به عنوان سرمربی بعد بازی اومد گفت که از بازی لذت بردم، رویه و همدلی در تیم اهمیت زیادی داره، خوشحالم که بازیکنان از کنارم بودن لذت میبرن، عملکرد بازیکنان با تجربه و جوان بسیار امیدوار کننده بود که نظر من هم دقیقاً همینطوره. کریک از 17 بازی لیگ برتر فصل قبل 12 تا رو برده، 39 امتیاز گرفت، بیشتر از آرسنال. یعنی اگر از زمانی که کریک به یونایتد اومد بیاین حساب بکنیم، یونایتد با یعنی به قبلش در نظر بگیریم یونایتد با قهرمان لیگ میشد، یعنی از آرسنال هم بیشتر پوینت گرفت. اما لنی یورو که به عنوان مدافع اومد یه مصاحبه کرد، گفت قطعا باید برای قهرمانی لیگ برتر بجنگیم. دوست داشتم صحبتشو که گفته ما من یونایتد هستیم و توانایی این کار رو داریم، هدف ما بردن همه بازی‌ها و کسب جام قهرمانی است. یورو تا الان 53 بازی تو لیگ انجام داده برای یونایتد و یه مدافع واقعا خوبیه که من هم توی اون ویدئویی که توضیح دادم گفتم باید بمونه حتما.
مورد آخر راجع به آینده رشفورد هست و چیدمان خط هافک فصل جدید. حالا من چیدمان خط هافک فصل جدید خیلی واردش نمیشم، ولی ابهام فعلا تو مورد اول راجع به آینده مارکوس رشفورد وجود داره که بارسلونا بند فعال سازی نکرد، بند خرید 26 میلیون یورویی مارکوس رشفورد و با وجود اینکه پیراهن شماره 10 هم دادیم به ماتوس کونیا، یه جورایی برگشتش یه ذره آکوارده، یه ذره عجیب غریبه. امیدوارم که بارسا واقعا نگهش داره، ولی خب فعلا که اتفاقی نیفتاده یا اینکه یه تیم دیگه بگیره. به نظر من داستان و عرض کنم خدمتتون که قصه مارکوس رشفورد و یونایتد به نظر من تموم شده است و باید فقط به یه باشگاه دیگه بره، البته به صورت محترمانه. راجع به ترکیب خط هافک برای هال سیتی که 22 هست تو تاریخ 22 گفته که با توجه به بازگشت دیر هنگام تیلمانس که هممون میدونیم و کوبی ماینو از جام جهانی، احتمالاً همونطور که تو این بازی دیدیم ما زوج و دبل پیوت میسن مونت و آندری سانتوس رو داشته باشیم که مونت در نقش شماره 8 نشون داد که تو این بازی چه بازیکن قابلیه و اگر روز خوبش باشه قطعاً یکی از ارکان اصلی میتونه باشه برای پیروزی. و این بود نوت هایی که من برداشته بودم از اخباری که باید خدمت و شایعات، اخبار شایعات، چون میگن که یه وقتایی داشتم که میگفتن، کامنت داشتم که میگفتن که اینا اخبار زرده، ولی خب یعنی همش نه، ولی خب یه بخشیش، ولی خب من میام و حتی شایعات هم بررسی میکنم. حالا نه اونایی که واقعا دیگه مثلا عجیب غریبه، نمیخوام بگم امباپه مثلا لینک شده به یونایتد، ولی یعنی هم چیزایی، حتی خبرگزاری کوچیک‌تر رو هم میگم، ولی اگه خبر بزرگتری باشه به عنوان خبر خدمتتون عرض میکنم یا به عنوان شایعه پررنگ‌تر. در غیر صورت حالا این رو هم میتونیم پس ذهنمون داشته باشیم که هر خبر کوچکتری خبر زرد حساب نمیشه. عرض کنم خدمتتون که خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. حرف دیگه ای ندارم و اگر ویدیو رو دوست داشتید، اجباری نیست، میتونید این ویدیو رو لایک بکنید، کانالم رو سابسکرایب بکنید، زنگولش رو فعال بکنید، به دوستانتون پیشنهاد بدید و خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو گذاشتید و این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. ویدیوهای دیگه کانال رو هم ببینید. راجع به ویدیو قبلی اومدم راجع به بررسی توپ طلاهای 2008 تا الان صحبت کردم. ویدیو قبلی رو هم ببینید، برام کامنت بذارید، با هم دیگه بحث و گفتگو بکنیم و همین. حرف دیگه ای ندارم. شما رو تا ویدیو بعدی میبینم و الان دیگه ویدیو تم مادرید نیست، میخواستم بگم حالا مادرید، ولی خب فقط میتونم بگم تا ویدیو بعدی بدرود.